این خانه خواهرمان زلیخا جان هست. او خواهر که همه شما از آن صدایش شنیدین و السلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز نازنین، امید سعادتمندی همه شما از آن ان شاء الله که خوب و خوش باشین، لحظات زندگی به خیر سپری بشه. دوستای عزیز، ولایت قندوز هستیم و این جای زیبایی که میبینین شما، این مکانی که میبینین، خانه‌ای که میبینین تا یه حد کارش رسیده الحمدلله، یعنی فکر کنیم 80%. این خانه خواهرمان زلیخا جان هست. او خواهری که همه شما از آن صدایش شنیدین و حالتش دیدین که از وقتی از سیلاب نجات پیدا میکنه، بالاخره هم آنچه که در خانه دارن و خانهشان را بالاخره سیلاب میبره و از دست میده متاسفانه. دوستای عزیز، ان شاء الله کوشش میکنیم میره در طی 2 هفته یا 3 هفته تکمیلش بکنیم و به دست اینها تسلیم بکنیم، چون اینا فعلا خانه ندارن، خانهشون هم برده سیلاب و